وقتتان بخیر. شما را به دیدن یکی از غارهای دیدنی در منطقه مرکزی یونان دعوت می‌کنم. با من همراه باشید. این غار به نام غار شیر یاد می‌شود. برای رسید به اینجا از جاده خامه و راهروهای باریک بین درختان و چنگل‌ها باید بگذرم. قبل از ورود جنبه‌های ایمنی را باید در نظر بگیرید. در ورودی غار باز است با بلندی 1 متر است و داخل غار فضای بزرگ و تاریکی است. برای دیدن داخل غار نیاز به نور اضافی است. راه رفتن داخل غار احتیاط لازم دارد چون از پاره سنگ‌ها پوشیده شده است و امکان سقوط هست. در هر طرف کاندل‌های آهکی که به اثر سالها ریزش آب ساخته شده است به چشم می‌خورد. سقف غار در بعضی جاها بسیار بلند و در جاهای دیگر پایین و پوشیده از کندل‌های آهکی است. بعضی این کندل‌ها هنوز فعال هستند و در حال رشت هستند. و بعضی دیگر خشک شده است. از هر طرف این کندل‌های آویزان است. از روی زمین منظره منحصر به فردی در داخل غار وجود آورده است. هوای داخل غار سرود و مرطوب است. داخل غار حال و هوای عجیب دارد و صدا در داخل میپیچد منعکس میشود. در آخر دیدن این غار خالی از لطف نیست. یک تجربه منحصر به فرد است.